شریکی برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعت کنید. ای خدا با شکری قخورگمه منی جای مخری نکفی که های مردم که دونم ای مردم های دیگه پود تشکیلی های افتی دیگه میزنی یا را بخواه نیکو خواهی مکمانی صاحب خونه را بخواه که پرواد را که در خونهش میمونه اینه شفیه را بگی ای روی تواری دگانه سیاه ای رود سیاه قدش چنی بطول که وینه و خوردن هم میتونه گیجا میخری زدین ماست شدین مرا در اینجا توقع موندین رود سفید نامش با چه اعتبار میبری در سرخونه دیده اعتبار کنی با بخری شیرگید ما چه خونه میرم اکوزی بخه راستش در آسمونه بخه زن اعتبار اگر دستاش حتی قوت ندارم تری میکنه و تمام ما چه میرم خونه با این ساعت 2 شب ای اقلا بگی که روشن باشه خیلی بکنی ببروی برای بیا من خوبترش استاد مزنگ میزنم ای استاد یه دعای چقر میگیرم توکل یا به خدا نابو چون پرواشو ندارم چی کاری میکنم بکنن بیا از من استاد مزنگ بزنم اگه ساعت 2 اگه چی ما از استاد زنگ میزنم یکی رفته که خوب باشه این خیلی نابود شکر Давай. Kim شما؟ چیکار؟ دختر کی؟ سایتو. من چی نام دارم؟ ابوبکر. چند ساله ای؟ 1 ساله. چند ساله؟ کی بود در نیست پیشاو زنگ زده؟ الو سلام علیکم استاد استاد جان بخشش اگر ناراحت کده باشم تا در این ساعت دی شب بخشش استاد یک چی گفتنی بودم تان استاد جان منیجایی؟ استاد جان مای منیجه میری شو خونه داری ها؟ اکو استاد جان ما میری شویم که اکو شویم میدونه که همین کاری ما فقط شوه اکو استاد جان بخشش خب گفتم یعنی کارشو خنده رو اما روز دا چیکار داشت جوی چی گفت استاد جان بخشش یک چی میگم تو نمیجه خونه رفیق اومدیم شیشتیم نمیجه تشکیلی همه چی هسته زدیم این صاحب خونه زد کلید مسخو این شفیارمونم مست یک دگانه دیگه دارم اعتبار صدقش بشم اینه پاچهاش قریب بلینگاش در روی شفیارمون بزنه ای درازیشه ایرم خواه این نمیجه استاد خودم تا موندم ساعت 10 شب که میترسم راستی گپ استاد خونه برم گفتم استاد جان ای خطون یه دعای چقر بگیرم و توکل یا به خدا ببرم برم خدا اشاره اخی ای استاد جان خودم اشارم تشکیل توقع خوردین بیمه نخود گر تو ساعت 10 شب بشنی آخه کاری شب خنده ای روز گفتی فهمیدی؟ امروز دابریم بشنین چیکو کدای؟ اوخه که استادش ما با گپ خوردیم تشکیلی دیگه از صاحب خونه هم در همینجا خوشش رفتگی هم تری مسته که اگر قر کده آداش هم برامده سته خرستی خواهشان استاد خیلی صاحب خونه بیزور جور بشه باید دیگر نوشیده خوب گفته یا نخیزیدن نمیخیزیم بخیزیم رسول همو دورم تیلی اخی انا می خشاری استاد جان خشاری درن خدمتش تنسینا بخورینا دورم ما بتو معنی با چند برود میتم خیلی امین باشم در کسب کرد برکت بته خدا جون سفرو تا نیک بته چی ارزو با هوا سیدور جمعه عمال بشه رحمت کلام استاد جان رحمت امو خوردگیتون زهری تنتون شوه امین الله اکبر چی؟